سلام و شامتان بخیر. این هم مهمترین های ورزش امروز. تیم ملی فوتبال افغانستان 1-0 برابر قهرمان آسیا شکست خورد. ملی پوشان فوتبال کشور در بازی برگشتشان در مقدماتی جام جهانی 2022 و جام ملت‌های آسیا 2023 شب گذشته در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه میزبان قطری‌هایی بودند که بازی رفت را در خانه این تیم 6-0 واگذار کرده بود. جزئیات بیشتر در گزارش. نیمه نخست بازی و غرش شیران خراسان. ملی پوشان کشور حملات خطرناک را روی دروازه قطری ها انجام دادند. در دقیقه 29 بازی افغانستان صاحب موقعیت پنالتی می شود، اما عمران حیدری موفق به باز کردن دروازه قطر نمی شود. چیزی که امروز بسیار خوب بود دفاع ما بود که ما چه قسم دفاع زدیم و بازی که امروز انجام داده شد یک بازی تصادف نبود، یک بازی بود که ما تقریبا 1.5 سال میشه زحمت میکشیم با تیم با همگی. اما در نیمه دوم تیم ملی فوتبال قطر در دقیقه 76 موفق شد که از روی نقطه پنالتی به گل پیروزی خود دست پیدا کنند و افغانستان را 1-0 شکست بدهد. ما از طرف ما بسیار خوب بازی کردیم. فکر میکنم ما امروز کل آسیا را کل جهان نشان دادیم که ما یک تیم بسیار خوب هستیم. ما فکر میکنم کلی فکر میکنه که ما را از 2-3 گل زیاد میزنیم. ما طرف مسابقه سعی کنیم و باید یک مساوی جمع کنیم. شیران خراسان با این شکست و با توجه به شکست 1-0 هند برابر عمان همچنان از انجام 5 بازی با 4 امتیاز در رده سوم گروه ای رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2022 و جام ملت‌های 2023 آسیا باقی ماندند. یک در رقابت‌های مجزنی امروز با شناسایی 20 چهره برتر در کابل به پایان رسید. رقابت‌های منتخب مجزنی امروز با شناسایی چهره‌های برتر در کابل به پایان رسید. این رقابت‌ها که 7 روز قبل با حضور 284 ورزشکار از رده‌های وزنی مختلف در کابل آغاز شده بود، با شناسایی 20 چهره برتر به پایان رسید. هدف از برگزاری این رقابت‌ها شناسایی چهره‌های برتر برای حضور در تیم منتخب کابل گفته شده است. در همین حال کمیته ملی المپیک کشور یک زمین را برای ساخت ژیمنازیوم هاکی امروز در اختیار این فدراسیون قرار داد. کار ساخت ژیمنازیوم استاندارد هاکی امروز در کابل آغاز شد. کمیته ملی المپیک افغانستان و مساحت 31,000 متر مربع زمین را در اختیار این فدراسیون قرار داد. سالهای طولانی است که فدراسیون هاکی میدان مشخصی هیچ نداشت و اولین بار است که به نام هاکی یک میدان تأسیس شد و ان شاءالله که این میدانی باشه که بازی‌های جهانی در این میدان بازی شود. قرار است که این زمین به ارزش 1,300,000 دلار آمریکایی و همکاری و کمک فدراسیون جهانی هاکی، شورای المپیک آسیایی و کمیته ملی المپیک افغانستان ساخته شود. این بود مهمترین های ورزش امروز. تا بعد، خدا نگهدار.